سلام به تاجیکستان بزرگ، درود به همه فارسی زبان‌ها سر تا سر دنیا. بچه‌ها چطوری؟ خوش اومدید به چنل خودتون. خب انقدر برای ما نظرهای زیبا نوشتین، انقدر گفتین که پدرتو از این به بعد بیار داخل ریاکشن همیشه باشه، ما دوست داریم تماشاش کنیم، ما دوست داریم ببینین. انقدر من دیشب نظرات خوب شما رو دیدم و واسه من انقدر با ارزش بود که با پدر صحبت کردم و قرار شد که همراهی کنه منو توی ریاکشن ها و ممنونم ازتون. مرسی بابت این همه لطفی که داشتیم به من. و پدر قبل از هر ریاکشن گفته بودم دیگه، شاعره، 30 ساله که شعر می‌نویسه و قرار شده قبل از هر ریاکشن نزدیک 1 دقیقه 60 ثانیه یکی از شعراشو بخونه واسهتون، بعد بریم سراغ ریاکشن. اینجا آیدی اینستاگرام میاد، حتما منو فالو کنید و با هم دیگه راجع به موسیقی فرهنگ تاجیکستان حرف میزنیم. بابا اون 1 دقیقه شعرتو بخون که بریم سراغ ریاکشن به دلیل نظر رو که عاشقشی. آقا با درود و عرض ادب به شما مردم فهیم و خوب تاجیکستان. از اینکه پسر منو تو کار ریاکشن و یوتیوب همراهی میکنین بسیار سپاسگزارم. ای که نزدیکی به من اما نمیبینم تو را، تو گلی در گلستانی من نمیچینم تو را. یاد تو ما را امید زندگانی میدهد، مهر تو به این دلم شوق جوانی میدهد. تک درخت خشکم و در این دیار جا ماندم، بی فروغ روی تو در گوشه ای واماندم. تشنه یک قطره آبم من در این صحرای دور، شمع خاموشم که میبخشی به این دل همچون نور. در فراق روی تو آواره میخانه‌ام، تو پیاله می بده ساقی نگو دیوانه. در سرم نیست بجز سودای عشق تو، ولی ای سفر کرده تو باز آی که جا مانده دلی. خیلی قشنگ بود. من همیشه به خودشم میگم و یه کتاب داره انقدری قوطی دفتر، همه رو تو نوشته و قرار خیلی واسه بیشتر بخونه. بچه‌ها ما هدفون نداریم، از ایرپاد استفاده میکنیم و صدای موزیک خورده کمه. امیدوارم که با لایک و کامنت و سابسکرایب کردنتون باعث بشین که ما از 2 تا هدفون بخریم، خلاصه صدا رو بهتر بشنویم و امیدوارم هر چیز زودتر این اتفاق بیفته و با لایک و کامنت و سابسکرایب خوشحالمون کنیم. بریم سراغ ویدیو. بریم تاجیکستان بگیش. خب بازم کنسرته. دلیل نظر رو بیاید علامتی فکر کنم 2017، یعنی واسه 8 سال پیشه. بیاید که بیاید یعنی همون بیاید. تا دلیل نظر رو شروع نشده. خودش هم گیتار میزنه. یه چیزی بگم، دیروز که ندیدیم گیتار بزنه توی چک چک بارون بهاری، خیلی ها توی تاجیکستان میگن نابغه موسیقی تاجیکستانه. فکر کنم الان باید شروع بشه. خیلی دوستش دارن ها، یعنی کامنت ها رو از این به بعد با هم دیگه میخونیم، ببینی که چقدر مردم دوست دارن دلیل نظر رو. متوجه شدی چی گفت؟ بیایید که گلزار دمیده است. آره. بعد اونجا هم بک وکال میخونه، مثل بک وکال اونایی که تو گروهشن همراهیش میکنن. اونایی که دارن الان هم میکنن.
بیاید که دلدار اول چی بود؟ بیاید که دلدار، بعد بیا که گلزار دمیده است. ترانه عاشقانه است و دوست داره که بیاد اون معشوق. آها میگه بیاید که دلدار رسیده است. رسیده. آره بیا که گلزار دمیده است، یعنی گلزار گلزاران دمیده رسیده است. آره مثل بهار گلزار اومده، دلدار هم که رسیده. ملودیش چقدر قشنگه، این گیتاری که میزنه خلاصه اون ریتمش خیلی قشنگه. سازهای مختلفی هست، از درام استفاده شده، از گیتار الکتریک، از گیتار بیس و دیگه چی هست اونجا، فکر کنم آکوستیک هم هست با دف. نمیشه همسان سال خودت باشه نه؟ یه ذره شاید باش بیشتر باشه، یه ذره بیشتر. چجوری بهت بگم، اون میگن جا افتاده. الان من 62 ام، اون به امکان زیاد به 70 باشه. چه حنجره‌ای داره این گوشی چیز نمیشه. خب عالی بود. حالا هدفون میگیرم هدفون. بچه ها حمایت کنید، تو رو خود حمایت کنید که ما بتونیم از 2 تا هدفون استفاده کنیم، چون یه دونه نمیشه درست گوش داد. واسه همین با کامل میخوای تو گوش بدی، من از اینجا گوش بدم و خیلی زود این کارو میکنم. مطمئن باشین که خیلی زود این کارو میکنم با حمایت شما. شبیه ابی نیست؟ یک مقدار شبیه خواننده‌ایه که توی ایرانه به اسم ابی. اوه این ساکسیفونه خیلی بزرگه، یعنی واسه دکوره، یعنی به عنوان دکور استفاده میشه، یعنی کسی میتونه اونو بزنه؟ میزنه درست کرد. آقا اون خیلی بزرگه. کجا باید بری اینجوری بزنی؟ نگاه کن آدمو خیلی بزرگتره این ساکسیفون. این از اینجا رو تو بگو اگه یادته. بیایید که گلزار دمیده است. حفظ کردش، بلندتر بگو، بخون. بیایید که گلزار دمیده است. ولی من فکر کنم بیایید نیست، بیایید یعنی بیایید. منظورش هم بیاییده. بیا که دیگه آره شخصه، یعنی بیایید نیست. نه بیا که گلزار دمیده، به معشوق میگه. آره حفظش کرد. ملودی خودش میزنه. آره میبینی که اینو من بگم به بچه ها این واسه 2017، قبلیش هم واسه 2010 بود ریاکشن رفتیم. دلیل نظر رو کنسرت اخیر 2025 داره، کنسرت که ما روی جدیدش هم ریاکشن بریم. نسبت به دیروز که رفتیم ریاکشن اون موقع خب خیلی جوان‌تر بود، 7 سال جوان‌تر بود. دیدی الان یه خورد میخوایم الانش هم ببینیم، اگه هست لینکش واسه ما حتما بفرستین که به جدیدش هم ریاکشن بریم.
دست به عقب بزنم. چه صدایی؟ میگه برای عشق. دوباره اینجا رو بزن. برای عشق خوندم. کی از یار بیمانده است، برای یار بگریه، کی از یار بریده. اصلا معنیشو ول کن. دیدی بعضی موقع که یه خارجی مثلا میخونه ما نمیفهمیم چقدر سوزناکه؟ چه صدایی؟ یه گیرنده خوب بود بهتر حالی می. اونم مشکل گیرنده. هدفون میگیرم. کی از یار بریده، از یار گل بریده. بیایه کی گلزار دمیده است. دومی تو بگو. بیایید که گلزار دمیده است. نه دیگه اینو خودش گفت. حالا برعکسش داره میگه که دلدار آها. میگم این چی؟ حالا تحملش کن دیگه. این دیگه کارش نمیشه کرد. باید گوش بده. که دلدار رسیده است. بیایه که دلدار رسیده. که دلدار رسیده است. بیایه ادامهش رو بیا تو اینجوری گوش بده. من که دیگه افس کردم. تو کی گلزار دمیده است. بیایه صداش خوب شد؟ الان بهتر شد؟ بهتر بازه جوان نمیگیره. اون هدفونه، اون جای هدفونه که نمیگیره. گفتم هدفونو میگیرم. الان بهتر از قبل شد. آره. خب بریم ادامهش خودت گوش بده. که دلدار رسیده است. ماشاءالله. وای صداش تا اینجا می اومد با اینکه این خیلی ضعیف بود. چه دادی هنجره چه تحریک. پنجره طلاییه. صداش تا اینجا اومد. ما میگیم الان مشکل هدفون این چیزا داریم، ولی با این حال صداش تا اینجا اومد. من شنیدم واقعا هنجره شلاییه. ایبی تو ایران میگن آقای صدا. من به فروخ حسنا میگفت، ولی خیلی صداش خوبه. واقعا صداش خیلی خوبه. چیزی داری بگی؟ ادامهش بریم. تیمش هم خیلی خوب داره، یعنی گروهی که هستن تیمش هم خیلی خوب داره ساپورتش میکنه. ادامهش داره میده. اون بک وکالش اون حس خوب داره منتقل میکنه. ای کاش اینجا هم نشون میدادن چند هزار مثلا چند نفر آدم هستش. این استیج هست، اینجا آدما هستن. میگم کاش از نمای آدما هم فیلم برداری میشه. فکر کنم دیگه نمیخونه نه؟ آره دیگه آخراشه. فکر کنم فقط آهنگش هست. آره نمیخونه، آهنگی خالیه. ماشاءالله. تموم شد. Спасибо большое, спасибо. روسی گفت نه؟ نه من نمیدونم. Спасибо большое, спасибо. نمیدونم. من زبان روسی بلد نیستم. بچه‌ها یه چیزی من بگم. این ریاکشنه که ما رفتیم خلاصه با همین کم کاسیه ولی خیلی لذت بردیم. نظری داری راجبش؟ آهنگش که
صداش عالی بود، خیلی عالی بود، ولی من لذتی که نبردم این. باشه حالا اونو واسه ردیف میکنم که از سریای بعدی لذت ببری. واسه بچه‌ها یه سورپرایز دارم، میخوام اونم بهشون الان بگم. حالا اون سورپرایز چیه؟ ریاکشن بعدی ما به پیشنهاد شما به ظفر نوزیم هستش. از عکس کاور معلومه که خیلی باید قدیمی باشه و اینو میخوایم الان ریاکشن بگیریم، امشب واسهتون بذاریم و دمتون گرم. مرسی که بودین و از ما حمایت میکنین و ما رو تماشا میکنین. بچه‌ها اتحاد فارسی زبانان سر تا سر دنیا، یادتون نره پرچم کشورهای فارسی زبان رو واسه ما بنویسین، بنویسین اتحاد، پین میکنم. و آخر چیزی داری؟ نه، به مردم تاجیکستان یه پیام پس بده. دوستشون داریم، خیلی با وفان، خیلی با مرامن، خیلی هم با معرفتن، کلا دوستشون. پس تا ویدیوی بعدی تاجیکستان به پیش.